سنتکام میگوید در یک عملیات دفاعی به مواضع و قایق‌های ایرانی در خلیج فارس حمله کرده. همزمان تحرکات دیپلماتیک هم شدت گرفته. قالیباف و عراقچی در سفر غیرمنتظره به دوحه رفته. در همین فضا مقام‌های ایرانی میگویند توافق تهران و واشنگتن خیلی دور است. سلام، به نبض خبر از آفاق خوش آمدید. برای بحث بیشتر روی این موارد با آقای اختر محمد راسخ، آگاه مسائل سیاسی از طریق نت وصل هستیم. سلام آقای راسخ، چرا امریکا میگوید که برای دفاع به قایق‌ها و سایت‌های موشکی ایران حمله کرده، اما همزمان ادعا میکند به دنبال آتش بس و کاهش تنش است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام حضور شما و همه بینندگان پروگرام شما تقدیم می‌دارم. در ارتباط پروگرام های جنگی امریکا و اسرائیل و ایران باید به عرض برسانم که خب اینا از دو شیوه کار میگیرن. یک شیوه بخش نظامی است که فقط اخطارهای نظامی را پیشکش میکنن، نظامی را هم انجام میتن و در پهلوش تلاش دارن که امی فشارها سبب به تفاهم رسیدن مذاکرات شود و از آدرس مذاکرات اقلا غربی ها پیش قدم شوند. اقلا امریکا پیشنهاداتی که دارن در امور ایران و همچنان یورانیم و همچنان گفته میتونم وضعیت فعلی که در ایران در بخش نظامی و تشویشایی که جهان پیشرفته دنیا از آدرس بمب‌های اتمی یا ساختار بمب اتمی ایران داره، به خاطر این پروگرام‌ها که پروگرام‌ها رو چه و اینا خنثی بسازن، فقط از دو آدرس اینا کار میگیرن، هم از آدرس نظامی و حملات خود دوام میتن و هم از آدرس دیگه مذاکرات همی فعلا در قطر جریان داره که خود عراقچی وزیر خارجه ایران با هیئت مذاکراتچی خود در اونجا حضور داره. مطمئنا گفتم میتونم از آدرس مذاکره این معضله ایران مرفوع میشه و اینا به یک تفاهم میرسن، فقط و فقط به خاطر از اینکه بالای مردم ایران هم یک فشاری وارد شود که جنگ شدید است و دولت مدارانش مطابق اونمو خواستای امریکا پیشنهادات آقای ترامپ به اندازه‌ای که لازم و ملزوم است او را بپذیره. بله. سفر ناگهانی قالیباف عراقچی به قطر برای چیست؟ آیا مذاکرات محرمانه جدیدی بین ایران و امریکا در جریان است به نظر شما؟ دقیقاً یعنی تفاهم تقریبا اینا به تفاهم نزدیک شدن و فقط رفتن یا سفر مذاکرات ایران تحت رهبری وزیر خارجه و دیگرانش گفته میتونم اینا فقط رفتن به کنن همین پروگرام مذاکرات. شما میدونید که پاکستان میانجیگری میکرد اما ایران دلخوش نمیکرد به میانجیگری پاکستان و به خاطر که از یک بخش نظامی پاکستان این پروسه را پیش می برد و ایرانی ها متوجه برخورد نظامیگرانه و سیاست دوگانه پاکستان هستند و بودند. بنابراین پاکستان کشوری هم نبود در بین که اینا بتونن اقلا به تفاهم برسانن در بین امریکا و ایران. اما رفتن سفر امروزی عراقچی و پروگرام مذاکره که در بین آنها تقریبا به تفاهم رسیده است، فقط میخواین که از آن آدرس همین پروگرام عملی بکنن و یک اوربند و صلح در کار است که فقط آنها تلاش داره که با هر دو جانب مستقیم، یعنی ایران و امریکا مستقیم در مذاکرات سهم بگیرن و تفاهم تقریبا نزدیک شدن. گفته میشه که آقای ترامپ خو حتی در صحبت‌های خود واضح گفت که ما نزدیک شدیم برای تفاهم و امروز و فردا اعلان خواهد کردیم که به کدام موادات پیشنهادی امریکا ایران اوکی کرده و همچنان به تفاهم رسیده و معضله جنگ در کمترین فرصت گفت به صلح مبدل میشه. چرا قطر دوباره به محل اصلی گفتگوهای ایران و امریکا تبدیل شده؟ به خاطر که قطر یکی از رده‌های استخباراتی و سیاسی و نظامی امریکا در منطقه است و اعتماد قوی امریکا بالای قطر هم وجود داره و ایران هم میدونه که به کشور همسایه‌ایش است و تلاش داره که از این آدرس قطر مناسبات یک نیک
بین ایران و امریکا یک تفاهمی را به تصویب برسانند و به امضا برسانند که حداقل دوستیشان و روابط دیپلماتیکشان هم خوبتر خواهد شد و همچنان دو کشور ضرورت است قطر میتونه همین اعتماد سازی رو به میان بره و این تفاهم به یک شیوه خوبش مدیریت و رهبری بکنه. چرا وزیر خارجه چین در این شرایط حساس منطقه با فرمانده ارتش پاکستان حسن منیر دیدار کرده و این دیدار چی تأثیری بر تنش‌های ایران و آمریکا خواهد داشت در این وضعیت حساس؟ ببینیم اگر تو واضح بگوییم همین قدرت‌های جهان بالخصوص 5 قدرت جهان اتمی که عبارت از چین و روسیه و امریکا و انگلستان و فرانسه است، اینا در شورای امنیت معضله هایی را که در سطح جهان پیش میبرن یا مدیریت میکنن و یا مشکلات هایی را که در سطح کشورهای منطقه کشورهای جهان 2 و 3 اینا عملی میکنن، چی از آدرس استخبارات، چی از آدرس نظامیگرانه و چی از آدرس جنگ و چی از آدرس صلح، اینا در تفاهم میرسن. اما به خاطر که مردم جهان در چشمش خاک بریزن، آنها فقط چنین پروگرام ها را پیش میکنن. همین اکنون آقای ترامپ وقتی که به چین رفت، معضله تایوان با چین معضله را حل کرد و همچنان چین پشتیبانیش از جنگ ایران عقب زد و همچنان برای روسیه وقتی آقای پوتین و چین به سرعت رفت، با او هم در یک تفاهم رسیدن که یعنی برای روسا اوکراین میبخشن، در این قربانی میدن که آنها پیشروی بکنن و جنگ به نفع روسیه تمام شود. در چین هم تایوان میشه که او هم جنگ به نفعشان تمام شود و ایران تلاش کردن که بگذارن که پروگرام امریکا کامیاب شود. بنابراین این قدرت‌های جهان اینا در بین خود در یک تفاهم میرسن، اما برای استثمار کردن و برای جنگ و بدبختی که در این منطقه اینا سازمان میتن، اینا همش مطابق یک پروگرام تایید همدیگر میشه. در غیر آن اگه اینا بالای همدیگر اعتماد نکنن و در تکر مواجه شوند، در جنگ های مقابل مواجه شود، جهان برهم میخوره و یک جنگ جهانی به میان میاد. بنابراین اینا جنگ جهانی نمیکنه، اما در سیاست، در استخبارات، در بخشای آقای راسخ، چشماندازتان از وضعیت منطقه چی است؟ چشمانداز می است که من گفتم میتونم که جنگ فعلی که در ایران جریان داره و تلاش داره امریکا که از آدرس صلح، از آدرس مذاکره، این جنگ به نفع اقلا هویت ابوالقدرت بودن خود، هویت اقتصادی خود تمام بکنه و امریکا فقط و فقط فشار نظامی را به شکل از آدرس مطبوعات پیشکش میکنه، اما در عمل تلاش نمیکنه که بالای ایران و یک بار دیگه با قوتی که ترتیب و تنظیم کرده بود را به خاطر که جهان غرب همه در بیایه، جهان به یک فروپاشی میره و جهان به انارشیزم دست و گریبان میشه و جهان به اقتصاد مشکل اقتصادی مواجه میشه. بنابراین تلاش میکنه که جنگ از راه مذاکره اینا راه حلش پیدا کنه و نظام کنونی هم تلاش به می داره که از راه مذاکره شه و حداقل این نظام ایران نپاشه. اما در دوربینا گفتم میتونم یا در زمان کوتاه دیگری که پلان دارن که باید نظام تغییر بخوره در ایران، آنها بلکه در پروگرام دومیش نظام به تغییر مواجه بکنن. بخیر سلامت باشین. قربان شما، جهان سپاس. این بود بحث امروز که تقدیم شما گردید. تشکر از توجهتان. وقت بر شما خوش.